یک دو. خب بریم سراغ جلسه اول آموزش که آشنایی با محیط کار و نرم افزار افتر افکت هستش که ما تو جلسه اول بهتون آموزش خواهیم. خب این محیط افتر افکت وقتی افتر افکت رو که بازی میکنید یه محیط به این شکل بهتون نمایش داده میشه که از سمت چپ چند تا پنجره داریم به اسم پراجکت که وقتی کلیک کنیم دور اون پنجره به صورت آبی رنگ در میاد. یه محیط دیگه داریم به اسم محیط کامپوزیشن که توی این کامپوزیشن استفاده وقتی که خروجی کار رو میخوایم ببینیم بخش دیدن ویدیو خروجی کارمونه که چه چیزایی انجام دادیم که به این شکل در اومده و ادیت بزنیم و حالا چیزایی که بخوایم انجام بدیم توی این بخش به اسم کامپوزیشن قرار داره. حالا توی جلسات بعدی نحوه استفاده بیشتر از این کامپوزیشن که بخش اصلی یکی از بخش‌های اصلی کارمونه بهتون توضیح خواهیم. یه بخش دیگه که داره به اسم تایملاین بخشیه که ما افکت ها و پوزیشن ها اسکیل ها و اینا رو به شکل یا حالا چیزایی که میخوایم اضافه کنیم به اون متن ها، به هر چیزی که ما بخوایم بهش افکت اضافه کنیم، انیمیشن اضافه کنیم یا حالا هر چیزی که مد نظرمونه توی قسمت تایملاین ما میتونیم بهشون اضافه کنیم، ادیت بزنیم و امثال این قسمت سمت راست هم که میبینید یه سری از فایل ها هستن که میتونیم از اونا افکت های مختلف، حالت های پریویوی مختلف، مثلا حالت های مختلفی که تو اکثر ویدیو هستن ما بین انیمیشن ها به صورت لرزشی یا به صورت حالا اون واقعا استوری موشن هایی که درست میشه و امثال اینا رو اینجا این گزینه ها میتونید ازش استفاده کنید. خب این نوار بالایی هم که معمولا نرم افزارهایی که استفاده کردیم من نرم افزارهای معمولا پریمیر، فتوشاپ، افتر افکت و امثال نرم افزارها معمولا داره. همه نرم افزارها این گزینه ها رو داره که به صورت فایل، ادیت، فان پوزیشن، لایر، افکت، انیمیشن، ویو، ویندو و هلپ توی اکثر نرم افزارهای ادوبی استفاده میشه. خب ما اگه گزینه رو این بالا نداشته باشیم یا الان این گوشه نداشته باشیم میتونیم از تب ویندو هر چیزی رو که بخوایم میتونیم اضافه کنیم. حالا هر چیزی رو که بخواید شما تیک بزنید خودش اونجا به صورت اتوماتیک اضافه میشه. حالا مثلا من این براشز رو که اضافه کنم ببینید به این صورت روی این قسمت قرار میگیره. حالا هر چیزی که بخوام اگه هم نخوام روش کلیک بکنم و قسمت کلوز پنل رو که بزنم خودش به صورت اتوماتیک از اونجا حذف میشه. پس اگه پنجره ای رو نخواستم میتونم از این قسمت کلوز پنل رو انتخاب کنم و از اون محیط حذفش کنم. حالا توی جلسات بعد از کاربردهای این پنجره و افکت ها هم بیشتر صحبت خواهیم کرد. خب یه گزینه دیگه ای که اینجا توی قسمت پراجکت چه چیزی قرار میگیره. توی قسمت پراجکت معمولا فایل های صوتی و تصویری استفاده از فایل هایی که ما اضافه میکنیم. مثلا ما چند تا عکس دانلود میکنیم، میخوایم توی روش انیمیشن سازی کنیم یا افکت بزنیم روش. بالاخره حالا فرض مثال چیزی که خیلی عامیانه است دکمه سابسکرایب که روی همه ویدیوهای یوتیوب هستن که از این افتر افکت استفاده میشه. یا بخوایم خودمون درست کنیم یا بخوایم عکس دانلود کنیم، حالا چه فایل تصویری باشه چه صوتی باشه، هر چیزی که باشه توی این قسمت پراجکت قرار میگیره. توی قسمت پراجکت قرار میگیره که بعد از اینکه ما انیمیشن مورد نظرمون رو طراحی کردیم میتونیم اضافه کنیم به کامپوزیشنمون و تایملاینمون و بهش افکت بدیم، انیمیشن بدیم، اسکیل بدیم که اینا حالا این اصطلاحات رو توی یه جلسه به صورت کامل براتون توضیح خواهم داد. ما توی جلسه فقط خواستیم با محیط کار آشنا بشیم که ببینیم قسمت چی هستن. ما توی جلسات بعد اگه بگیم قسمت مثلا تایملاین، مثلا فرض مثال بگیم ما دکمه رو درست کردیم، دکمه سابسکرایب رو درست کردیم، میگیم از قسمت تایملاین ما میخوایم اینو پوزیشنش رو تغییر بدیم یا تایمش رو تغییر بدیم، بهش انیمیشن بدیم یا امثال اینا. دیگه نیازی نباشه ما دنبال تایملاین بگردیم و دنبال قسمت پراجکت بگردیم یا کامپوزیشن بگردیم یا بالاخره قسمت افکت ها بگردیم. هر چیزی رو بالاخره سر جای خودش میتونیم پیدا کنیم.
هدف از این جلسه اول آموزش این بود که با محیط کار افتر افکت آشنا بشید و وقتی که ما در طول کار کردن با محیط و آموزش دادن به محیط افتر افکت هستیم، دیگه نیازی نباشه شما دنبال تایملاین بگردین، دنبال پراجکت بگردین، دنبال افکت بگردین. دیگه اینا یه آشنایی با محیط رو شما تو این جلسه یاد گرفتید که جلسات بعد شروع به کار کردین دیگه نخواین دنبال حالا اون گزینه‌ای که ما میگیم رو بگرد. پس اینا رو خوب به خاطر بسپارید که جلسات بعدی ما بتونیم راحت‌تر کار کنیم و دنبال چیزی که میخوایم نگردیم. پس دیگه بدونید الان پراجکت قسمت سمت چپ قرار بگیره رو میتونید تغییر بدید. وقتی که کلیک کنید این اندازه‌هاش هم به این شکل میتونید تغییر بدید، حالا بزرگ و کوچیک کنید طبق نظر خودتون. یعنی قسمت تایملاین رو میتونیم بیاریم بالاتر، مثلا قسمت کامپوزیشن رو کوچیک‌تر کنیم. این چیزایی که دیگه بالاخره نیازی نیست آنچنان راجبش صحبت بشه، چون هم مدت زمان ویدیو بیشتر میشه. یه چیز اضافی به نظر من، چیز اضافی که اضافه میشه و حالا میتونیم جایگزین کنیم اینا رو. ببینید مثلا ما قسمت پراجکت رو که کلیک کنم روش، مثلا بیام روی یه صفحه دیگه، ببینید به این شکل میتونم تغییرش بدم، بیارمش اینجا یا این کامپوزیشن رو ببرم. ببینید من موسم که تغییر کنه به این شکل میتونم حالتهای هر قسمتی رو عوض کنم. و بعد از اینکه حالا انجام دادید یا دیدید نمیتونید باش کار کنید، روی قسمت ویندو میتونید به حالت اول برگردید. بذارید من اینو به حالت اول برگردونم. تو قسمت ویندو گزینه اسین شورکات تو دیفالت رو میتونید بزنید و خب شما توی قسمت ویندو بعد از اینکه حالا اگه هم نخواستید به تغییر بدید، تغییر دادید، باب تبتون نبود، باب میلتون نبود، میتونید از تب ویندو گزینه ورک اسپیس و گزینه reset default to save with layout رو انتخاب کنید و محیط برنامه برمیگرده به همون حالت اول و دیفالت. خب این جلسه اول آموزش افتر افکت و آشنایی با محیط کارمون بود که امیدوارم استفاده کرده باشین و بتونیم تو جلسات بعدی با گزینه‌های بعدی به راحتی کار کنیم و به راحتی آموزش ببینیم و استفاده های خوبی ببریم. خب تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.